که از شدت گرسنگی در حال مرگ بودم. همه اینطور بودن. از هر کی پرسیدم دیشب گرسنه بوده. از شدت گرسنگی از خواب بیدار شده است. این چگونه ممکن است که در یک شب همه گرسنه شوند؟ این گل دیروز غنچه بود، از شب گذشته تا کنون پژمرده شده. شما اطمینان دارید؟ باغچه را چه میگویی؟ آیا پژمرده نشده؟ بیشتر درختها و گلهایش زرد نشده؟ در عرض یک روز چه اتفاقی افتاده؟ نکند ریشه این چند درخت پوسیده یا آب نخورده است؟ همه یکباره با همدیگر پوسیدن. اون هم یک شب تا به صبح. اتفاق دیگری افتاده، مثل گرسنگی دیشب من که سابقه نداشت. من هم نیمه شب بیدار شدم، یعنی گرسنگی بیدارم کرد. چه شده است؟ چه اتفاقی افتاده بانو؟ حالتان خوب است بانو؟ چشمانم ندید. چقدر به بانو گفته این همه گریه نکنید، خود را رنج ندهید. بانو، از این پس با این چشمانتون چگونه میخواهید زندگی کنید؟ اگر قرار است یوزارسیف را نبینم، چشم را میخواهم چه کنم؟ درود آمون خدای بزرگ بر خادمین معبد و بر جناب آنخماق. درود آمون بر تو. چه شده کیمونی؟ علنی اعلام نکردند ولی همه میدانند که قحطی آغاز شده است. از کجا معلوم؟ که گفته؟ گرسنگی خیلی از مردم مصر و زردی بسیاری از درختان را نشانه آغاز قحطی میدانند. دقیقاً بعد از 7 سال قحطی آغاز شد، همون گونه که یوزارسیف گفته بود. این خیالات عوامانه و شایعات بی اساس را نباید باور کرد. نباید جانب احتیاط را از دست داد. سعی کنید لااقل گندم 1 سالتون را چون گذشته ذخیره کنید. اگر قحطی نشد که بهتر، اگر شد لااقل 1 سال دیرتر دست تکدی به سوی یوزارسیف دراز کرده. اگر یوزارسیف راز نگهداری 7 ساله گندم را زودتر برملا می‌کرد، ما با احداث سیلوهای متعدد هم نیاز معبد را ذخیره می‌کردیم و هم تلاش یوزارسیف را در مهار قحطی خنثی می‌نمودیم. یوزارسیف ادعا کرده راز نگهداری 7 ساله گندم در خوشه را از خدایش آموخته. این حرف بی اساس و ادعای بی جایی است. اگر کمی بیاندیشید خیلی هم بی اساس نیست. تعویل خواب دقیق او و موفقیت های پی در پی او در اداره مصر و ذخیره سازی گندم فراوان و نیز راز نگهداری طولانی گندم نشان از قدرت یوزارسیف و احتمالاً خدایش دارد. اگر او تکیه بر جایگاه محکمی نداشت، در برابر این همه نارسایی ها و مشکلات دوام نمی آورد. جناب آنخماو، شما قدرت یوزارسیف و خدایش را تایید می کنید؟ نه، تایید نمی کنم، اما برایم سوال شده که علت موفقیت های پی در پی او در چیست؟
من دشمن را کم نمیگیرم و چشم بر حقایق نمیبندم. برویم از زلیخا مژدگانی بگیریم. سعد کن مژدگانی. اول باید بدانیم یوزارسیف کجا. محل سیلوها. بایستید! 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 چه خبر است؟ چرا موجب هراس مردم میشوید؟ تفاوت شما و سربازان معبد آمون در کجاست؟ ما خادم مردمیم، نه ولی نعمت و سرور آنها. نباید موجب هراس مردم شوید. اطاعت علی جناب. عجله‌ای در کار نیست؟ کمی آرامتر. مرا عفو کنید. حرکت کنید. به سمت سیلوها. از زلیخا مژدگانی خوبی دریافت خواهیم کرد. پس ما بیخبر بوده ایم. نام همسرش چیست؟ آسونات، دختر کاهن معبد آتون، جناب آموسس. کی ازدواج کردن که ما مطلع نشده ایم؟ مدت هاست ما خود را در این قصر زندانی کردیم و از همه جا بیخبریم. او اینک دختری به نام منسه دارد. بیچاره زلیخا، این خبر رو بشنود چه حالی خواهد شد؟ نه اون نباید بداند، اصلا نباید بفهمد. بانو زلیخا اگر بفهمد خود را خواهد کشت. چرا جناب یوزارسیف این کار را کرد؟ چه اشکالی دارد؟ او نباید ازدواج میکرد؟ نه. پس بانو زلیخا چه میشود؟ تو دیوانه ای؟ او چه میداند که بانو هنوز دلباخته اوست؟ در ثانی با این همه ظلمی که بانو در حق یوزارسیف کرد، بازم باید ایشان به فکر زلیخا می بود؟ 2 نفر جوان با بانو زلیخا کار دارند. با من چه کار دارن؟ بگویید بیایند. رویا را به وضوح ندیدم. چشمانم روز به روز بیفروختر می شود. از گریه زیاد است بانو. به خودتان رحم کنید. فردا مجبور می شوید برای راه رفتن از این و آن استمداد بخواهید. چرا چشمایتان را به سینه‌های طبیب نشان نمی دهید؟ شاید دارویی، درمانی. طبیب من کس دیگری است که او هم از بیمار خود بیخبر است. درود بر بانو زلیخا. این تعظیم و تکریم ها مال زمانی بود که من دومین بانوی مصر بودم. حالا دیگر این حرکات مضحک است. بیایید جلو ببینم. حرفتان را بزنید. از من چه میخواهید؟ مژدگانی بانو، مژدگانی. با آن اینکه یوزارسیف. البته مقصود خوشحالی شماست بانو، نه مژدگانی. از یوزارسیف خبر آوردید؟ آری بانو، چنان که گفتم ایشان به سمت سیلوهای گندم. همان گونه که ما میخواهیم بانو زلیخا را خوشحال کنیم، آیا ایشان نمیخواهند ما 2 جوان نیازمند را خوشحال کنند؟ چرا همینجا بمانید. شما نیازمند نیستید. 2 نفر شیاد حقه بازید. بیایید. این هم مژدگانی. صبر کنید بانو. اول خبر خود را نقل کنید. آری عالی جناب یوزارسیف همینک به سوی سیلوهای گندم رفتند.
همین کافیست. بروید بروید. گفتن به سمت سیلوهای تبس رفته. من میروم. همراه او بروید. میبینید که چشمانش ضعیف است. او را تنها نگذارید. رفته نفر بعد روز بر عزیزی روز بر یوزاسی روز بر عزیزی سپاس گذارم. بنشینید دو کارتان را بکنید. شاست که نفر بعد بهره برداری از کدام سیلو را آغاز کردی؟ سیلوهای سال اول که 7 سال پیش باز شدن. آفرین. سیلوهای سال اول اگر بیشتر بماند دچار آفت می شود. ببینم گندم به کشاورزانم می دهی؟ خیر عالی جناب. کشاورزان سال اول را ذخیره گندم دارند. فقط به صنعتگران و شهرنشینان گندم می دهیم. 50 دمه 50 که سپاسگزارم. یوزارسیف حکیم پاینده باد. نام و دیگر مشخص. دیجی هوتی، نام پدر نیملوت، ساکن شهر تبس، دارای 4 فرزند و همسر است. دیجی هوتی از طبقه متوسط. سهمیه این ماه شما 60 گل گندم 1 دمه. به شما گندم به قیمت خرید فروخته می شود. 60 دبن بپردازید. جناب یوزارسیف، پرداخت 1 ساله گندم بهتر از این ماه به ماه نیست؟ ذخیره 1 سال هنگفت است و برای دزدان و منفعت طلبان وسوسه انگیز. شما که نمیتوانید یوزارسیف را ببینید این همه فکر نمی‌کنم اگر توضیح بدهم بتوانی اثبات کنی. من میدانم شما یوزارسیف را دوست دارید، اما بانو دیدن یوزارسیف دیده بینا و چهره زیبا میخواهد. شما با گریه‌زاری شبانه روزی خود هر دو را از دست داده اید. مگر هر که نابینا شد به دنبال گم شدهش نمیگردد؟ یا هر که پیروزه شد جان خود را عزیز نمیدارد؟ من گم شدم را عزیز میدارم و پیری و نابینایی هم نمیتواند من از این خواسته من کند.
جناب یوسف دنبال کسی میگردی؟ یک لحظه گمان کردم پیرزن رویاهایم را دیدم، اما گویا خیال بیش نبود. حرکت کن. چه شد؟ گویا مرا دید. مگر برای دیدن یوزارسیف نیامده ای؟ چرا؟ ولی نیامده بودم که او مرا ببیند. با این چهره زشت و چشمان بی فروغ آمده بودم که من او را ببینم، آن هم به وضوح نتوانستم. برای چه میخوایی یوزارسیف را ببینی؟ یوسف را خیلی دوست دارم. اشپیل پسرم، صدای کاروان می آید؟ آری پدر بزرگ. برو به پدرت بنیامین بگو نزد من بیاید. برو پسرم، برو، مراقب خودت باش. بله پدر، با من کاری داشتید؟ بنیامین پسرم، ببین می توانی رئیس کاروانیان را نزد من بیاوری؟ بسیار. درود بر یعقوب نبی پیامبر خدا. ملیخا تویی؟ درود خداوند بر تو باد. چه شده از پیامبر خدا مرا نمیشناسد؟ نه ملیخا، قدری چشمانم ضعیف شده. هرچه میگویم کمتر گریه کن، توجه نمی کنم. خب بگو ملیخا، خبر چه داری؟ خبر زیاد است، اما نه آن خبری که شما به دنبالش هستید. از کجا میایی؟ به کجا میروی؟ چه چیز تجارت میکنی؟ مثل همیشه از نوعی داروی خوشبو خریداری میکنم، از طریق حجاز کنعان به مصر میبرم تا به مومیاییگران بفروشم. به دنبال گم شده من هم گشته ای؟ در هند و حجاز و مصر بارها از تجار و کسبه سراغ یوسف را گرفتم، اما کسی او را نمیشناخت. از تجار برده نیز سراغ گرفتم، ولی کسی او را نشناخت. یک روز برایم از جوانی زندانی در مصر خبر آوردی. نمیدانم چرا همیشه احساس میکنم که یوسف من در مصر است. از اوضاع مصر چه خبر؟ در مصر قحطی است. منتها عزیز مصر که مردی حکیم و با کیاست است، با ذخیره سازی به موقع گندم تا به حال به خوبی قحطی را مهار کرده است. مردم مصر او را یوزارسیف مینامند و بسیار دوستش دارند. یوزارسیف؟ چقدر شبیه یوسف من است. یوسف ما کجا و عزیز مصر کجا؟ تقاضای من پیرمرد را هیچگاه فراموش نکن. من هم به درگاه خداوند برایت دعای خیر میکنم. حتما یا نبی خدا، به هر کجا که سفر کنم سراغ یوسف شما را خواهم گرفت. خداوند به تو و کاروانیانت سلامت و خیر و برکت عنایت کند. برو ملیخا، منتظرت هستم. امیدوارم یعقوب نبی هر چه زودتر گم شده اش را بیابد. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
احتمالاً در کنعان هم به زودی قحطی خواهد شد. هرچند ممکن است دیر شده باشد، اما هرچه می توانید گندم ذخیره کنید، مبادا گرفتار شوید. نیل به تدریج در حال خشک شدن است. یعنی ممکن است نیل مقدس روزی خشک شود؟ بانو چه شده؟ چه میخواهید؟ ما رو ببخشید بانو، در قصد چیزی برای خوردن یافت نمی شود. شنیدم به نیازمندان گندم رایگان میدهند. ما نیازمند نیستیم؟ نه بانو، مأمورین هنگام سرشماری صاحب این خانه و اهالیان را از نیازمندان محسوب نکردند. در این صورت گندمی به ما تعلق نمیگیرد. چاره چیست؟ به محل سیلوها مراجعه کنید. شاید توانستید گندم تهیه کنید. من و تاما می رویم. شاید توانستیم گندم بگیریم. اگرچه من امیدی ندارم، اما باید کاری کرد. بگذارید هویا هم با شما بیاید. من و باغبان نزد بانو خواهم ماند. آری، قصر را نباید خالی گذاشت. برویم چند کیسه با خود برداریم و به سوی سیلوها حرکت کنیم. باید اقرار کنیم یوز آسیب از ناشان یک ضعیف و نیازمند بسیار موفق. باید اقرار کنیم که یوزارسیف در جذب اقشار ضعیف و نیازمند بسیار موفق است. او به خوبی بر اوضاع مسلط است و همه امور را تحت کنترل خود دارد، نه فقط در اقشار ضعیف که او در بین مسئولین حکومت از سد تا ذیل هم نفوذ و اقتدار خود را گسترش داده است. این بسیار نگران کننده است. او بدون کوچکترین اقدام نظامی یا برخورد خشونت آمیز همه مخالفین خود را از میدان به در کرده است. ببینید چگونه دست ما را از قصر آخراتون کوتاه کرده و ما را درون معبد محصور کرده است. ببینید چگونه بانوتی را منزوی و گوشگیر کرده است و بسیاری از مردم را از معبد جدا کرده. من فکر میکنم که حقیقتی بزرگتر از اینها وجود دارد که ما از مطرح کردنش بیمناکیم. یوزارسیف توانسته قشر پایین مصر را به خداوند یکتا نزدیک کند و این ننگ بزرگی برای کاهنان معبد آمون و خدایان مصر است. و بر همه این ننگ ها بیفزایی ننگ کمبود گندم را. سال اول را سپری کردیم و ذخیره گندم هم به پایان رسید. سال دوم و سالهای بعد را چه میکنیم؟ کاهنان معبد آمون همه در ناز و نعمت بزرگ شدند. گرسنگی و کمبود گندم را تحمل نمی کنند. ما مجبوریم گندم خریداری کنیم. ای آمون بزرگ، ای آمون بزرگ، در مبارزه با یوزارسیف خدمتگزاران معبد خود و کاهنان را یاری کن.
هر کل گندم یک دبه. سی دبه. نفرمان به نفرمان 30 کل. برو نفر بعد. هر کل گندم 3 دبه. 3 دبن؟ برای مردم عادی 1 دبن، بعضی هم رایگان، ولی برای معبد 3 دبن؟ این یعنی چه؟ هزینه مبارزه با قحطی و گرسنگی باید از کجا تامین شود؟ از کیسه‌های نیازمندان یا از جیب اغنیا؟ تو معبد رو چون دیگر اغنیا میدانی؟ از شما هم چون دیگر مردم میگیریم، منتها به قیمت دیگر اغنیا. اگر آمون غنی است به شما چه ارتباطی دارد؟ شما باید به اهالی معبد ارزانتر گندم بدهید، نه گرانتر. شما هر چه دارید از آمون است. آری ما هر چه داریم از برکت وجود یوزارسیف و خدای اوست. نه آمون. آمون حتی شکم کائنان خود را نمیتواند سیر کند. یعنی برای 3000 نفر از افراد معبد 9000 دبن باید بپردازیم؟ شما حسابگر خوبی هستید جناب کیمونی. معبد چنین بهایی را نمیپردازد و تسلیم زورگویی های یوزارسیف نمی شود. برویم. نفر بعد. چه شد؟ پس چرا جلو نمیایی؟ اینها رو میشناسی؟ نمیشناسیم. نام و نشان. هویا هستم، فرزند هردده. تیامنی هستم، فرزند بینگی. تاما، فرزند پواتما. نام شما در لیست نیست. شما یا برده اید یا تحت تکفل دیگری می باشید. بله همینطور است. ما از خدمتکاران قصر پوتیفار و بانو زلیخا هستیم. ما معذوریم. سهم شما را فقط میتواند ارباب شما بگیرد، به خود شما نمیدهید. ارباب ما هم از نیازمندان است، وگرنه ما را اینجا نمیفرستاد. همین یک بار را گندم بدهید، قول میدهیم دیگر مراجعه نکنیم. این قانون یوزارسیف است. اگر ارباب شما ندارد که شما را سیر کند، چرا آزادتان نمی‌کند؟ نیازمندان آزاده تحت تکفل حکومت هستند و نیازمندان برده تحت تکفل اربابشان. یا اربابتان برای گرفتن گندم بیاید یا شما را آزاد کند که خودتان بتوانید گندم رایگان بگیرید. اگر آزاد باشیم به ما گندم میدهید؟ اگر حکم آزادی داشته باشید دارید. آن وقت برده حکومت میشوید. حکومت ظرف است شکم شما را سیر کند. بایستید. این بار قدری گندم رایگان به شما میدم، اما دفعه بعد یا با ارباب یا با برگه آزاد. خداوند شما و یوزارسیف را در پناه خود حفظ کند. هر کدام 10 کل گندم رایگان بدهید. بروید. نفر بعد. مردم دیگر آن ایمان سابق را
نسبت به آمون ندارند. میبینم که دست از پا درازتر بازگشته اید. یوزارسیف دستور داده از ثروتمندان و کاهنان 3 برابر قیمت دبن دریافت کنند. در میان مردم تحقیق شدیم، آنها به ما خندیدند. چه کسی باور میکرد روزی گندم با ارزشتر از طلا شود؟ سلاح برنده و کارآمدی در دست یوزارسیف است. منم اگر جای او بودم لحظه‌ای به دشمن امان نمیدادم و از این فرصت حد اکثر استفاده را میکردم. حال چه باید کرد؟ هزاران نفر اهالی معبد نان میخواهند. جنگ است و در جنگ باید شگردهای مختلف را به کار برد. اینک سلطه با یوزارسیف است، باید با او کنار آمد. ولی ما نباید شکست را بپذیریم. یوزارسیف همین را میخواهد. اگر سلاح زبان کارگر نشد، به اجبار از سلاح شمشیر بهره خواهیم گرفت. ما باید به قصر اخناتون برویم و با او در مورد قحطی صحبت کنیم و از او بخواهیم که به معبد گندم رایگان یا لااقل ارزان بدهد. بروید به اخناتون بگویید که ما تقاضای ملاقات داریم. فقط همین؟ به برده ها تا زمانی که برده هستن گندم داده نمی شود. این را هم از سر لطف ما هدیه کردند. اگر آزاد شوند چه؟ در آن صورت حکومت مصر خود را موظف می داند تا نیاز ما را تأمین کند، چون از نیازمندان محسوب می شویم. به دنبال من بیایید همه. من میروم باغبان را صدا کنم. این هم مهر پوتیفار. کسی هم نمیتواند آن را انکار کند. بانو، ما که خواستار آزادی خود نبودیم. چه کسی آزادی خواست؟ ما فقط آنچه مأمورین گفتن نقل کردیم. من نیازی به دلسوزی کسی ندارم. شما هم بیش از این عمر خود را در این غمکده هدر ندهید. بروید. از امروز آزادید. بگیرید. اینها سند آزادی شماست. هیچ کس نمیتواند متعرضتان شود و یا شما را از حقتان محروم کند. ولی ما نمیخواهیم شما را ترک کنیم. شما به گردن ما حق دارید. چگونه رهایتان کنیم؟ شما چاره‌ای جز این ندارید. اگر بمانید از گرسنگی خواهید مرد. ولی شما تنها چگونه سر خواهید کرد؟ بانو، قحطی و گرسنگی شما را هم تهدید میکنم. دیگر چیزی برایتان نمانده. هنوز اشیاء گرانبهای زیادی در قصر وجود دارد که میتوانم با فروش آنها گندم تهیه کنم. مگر نه اینکه من نیز از ذخیره گندم سهمی دارم. بروید. امیدوارم زندگی تازه‌ای آغاز کنید. شما را به خدایا ما را بیرون نکنید بانو.
بروید و از رنج‌های قصر زلیخا نجات پیدا کنید. بانو ما بندگان شماییم، چگونه خداوندگار خود را تنها بگذارید؟ فقط گهگاه از من یاد کنید. بانو ما از کودکی در کنار شما بوده ایم، هر چگونه تنهایی را تحمل کنید؟ دلم برایتان تنگ می شود. بروید. بانو ما به شما به اینجا عادت کرده، به کجا برویم؟ مگر نشنیدید که میگویم بروید؟ بانو کمی صبر کنید، خادمان خود را بیرون نکنید. بس است، بروید. ما اینجا را ترک کرده کجا برویم؟ چگونه شما را تنها بگذاریم؟ اینجا برای شما جایی نیست، بروید. من تنهایی را ترجیح میدهم. بیفایده است، بیفایده است. او ما را نمیپذیرد، نمیپذیرد. یعنی بروید؟ میبینی که او دیگر ما را نمیخواهد، نمیخواهد. چه شده که این آنخماهو تقاضای ملاقات دارد؟ نکند مشکل گندم او را وادار به پذیرش شکست کرده؟ بیشک در این 2 سال سیلوهای گندم معبد تهی شده است. من فکر میکنم بهتر است یوزارسیف نیز در اینجا حضور داشته باشد، وگرنه ما به تنهایی از عهده این آنخماهوی خبیث بر نمیاییم. یوزارسیف را به اینجا بخوانید.
بفرما، میترسم کجا برم؟ به که بنا برم؟ این رسم جوان مردی نیست، این رسم عاشقی نیست. حرمت و تنهایی تا کی؟ از سوی تو این بی‌وفایی تا کی؟ چقدر ناله کنم، چقدر مراق تو را تحمل کنم؟ چشمانم دیگر نمی‌بینم. تا کی انتظار بکشم؟ اما تو مقصر نیستی. از حال و روز من که خبر نداری. اگر خبر داشتی و بی توجه بودی، مقصر بودی. اما تو چه میدانی؟ گمان میکنی زلیخای ثروتمند غرق در ناز و نعمت روزگار به شادی سپری میکنن. اصلا تو چرا باید از کسی یاد کنی که سالها تو را به زندان انداخت و شکنجه کرد؟ همین که مرا مجازات نمی کنی باید از تو سپاسگزار باشم. با آن همه تهمت و خیانت و دسیسه که در حق تو کردم، این چه توقع بی جایی است که از تو انتظار جوان مردی و وفاداری دارم. امیدوارم در همه حال از گزند دشمنان آسیب روزگار در امان باشی. زلیخا ناامید نمی شود. تا کنون را به هجران سپری کردم. از این پس را به انتظار طی خواهم کرد. طی خواهم کرد. به انتظار طی خواهم کرد. یوسف چرا اینجا خوابیده اید؟ یک لحظه خوابم برد. باز هم پیرزن نیازمند را در خواب دیدم. اصلا برای شما آشنا نیست؟ چرا؟ احساس میکنم او را میشناسم، اما هرچی فکر میکنم نمیدانم کی یا کجا او را دیدم. نمیدانم چرا چهرهش را نمیبینم. نام تمام زنان فرتوت و نیازمند را به مامورین شمارشگر بدهید. شاید نامی آشنا در میان آنها باشد یا نشانی از او پیدا شود.
اگر صلاح بود او را بشناسم حتما چهرهش را می دیدم. این ناآشنا ماندن قطعا بی حکمت نیست. گویا آخماهو و کاهنان میخواهند برای شکوه و شکایت نزد آخناتون بروند و ایشان هم نمیخواهد تنها با آنان روبرو شود. من نیز باید حضور داشته باشم. حضور شما حتما ضروری است. آری، گمان میکنم مبارزه با بتپرستی وارد مرحله تازه‌ای شده. باید ذخیره گندم معبد تمام شده باشد. شما اینجا چه میکنید؟ مگر نگفته بودم بروید؟ نتوانستیم بانو رو تنها بگذاریم. شاید هویا و سوپر و باغبان دلبستگی چندانی به شما نداشته باشند، ولی من و تامان نمیتوانیم شما رو رها کنیم. یک بار گفتم بروید اینجا تنها بگذارید. من نیازی به دلسوزی شما ندارم. بروید آزادید.